نرو چی مامانمه. سلام برسون داداش. بابا رفته بودیم ویلا، بیا اینو جمعش کن. من نبردم. بابا بیا. هر کاری بگم میکنی. باش ردیف. سلام خاله. چطوری؟ چه خبر؟ خوب هستی؟ بله. آره با من بوده. آره پسرانه رفتیم گفتیم آره یه ذره دورم. نجسی چیه خاله؟ نه این آب معدنی ویتامین سی انداختیم یا گفتم بچه‌ها بذارن تو جلو آفتاب مونده، اونا رو بریز دور خاله نخورید. پودر سفید علی هم همراهم بود دیگه. این نز داشتیم امزاد ساله، نمک ما سر را دادیم، یه بسته‌شو نگه داشتیم واسه غذا، این پاره شد. فقط بریز دور چون ریخ رو زمین ما جمع کرده. رو تخت شما رضا خوابیده بود دیگه. موی بلند. آره رضا موهاش بلنده تا کمرش، این بچگی نمیزد موهاشو. پیس بود تخته. رضا این بچه‌ای که بوده یه خرس تو جنگل خفته چیزه بهش حمله میکنه، این شب ادراری میگیره از اون موقع، به خاطر همونه. هست دیگه. راب شلواری پیدا. بابا تو خیلی لاشی، چرا من نبردی؟ سر بچه گفتم ماست چکیده می‌خواستیم چیزی نداشت، ماست عادی گرفتیم گفتیم ببین اینجوری آب شلواری توریا اینو آبشو بکشی. سه تا. خب ما گفتیم سه تا بخریم، اگه پاره شد لاشی سه تا بودم، اگه پاره شد یکی دیگه شو استفاده کنیم. نه خاله تو من اعتماد نداری. بعد اینجور موقع زنگ بزن من خودم اوکیش میکنم. سیگار خارجی کیف بود. نه این از این عود جدیداست، روشن میکنه بوی خوب میداره. نه نمیخواد روشن کنید، یه ذره قویه واسه شما تو خونه، با تو جای بزرگ باشه روشن. رو خدا خاله مواظب خودت باش. بدو ننت بخوری شد. بدو خونه. بدو.